درود دوستان عزیز، قصد داریم تا با هم دیود شاتکی رو تست کنیم. دیود شاتکی معمولا 3 پایه دارن، همونجوری که میبینید زیر این هیت سینک یک دیود شاتکی قرار داره که اینجا هم نماد مدارش رو میبینید که معمولا یا کاتود مشترک هستن یا آنود مشترک. خب که بخوایم تست کنیم باید مثل 2 تا دیود باهاش برخورد کنیم. یک بار این پایه و این پایه رو با هم در باعث معکوس و مستقیم چک میکنیم، یک بار هم این پایه و این پایه رو با هم در باعث معکوس و مستقیم چک میکنیم. من از پشت مدار از این جایی که قرار داده پارت نامبرش رو خوندم. پارت نامبرش هم به این صورت است: MBRF20 200C، یک دیود شاتکی. با هم بریم تستش کنیم. مولتیمترمون رو میذاریم به حالت تست دیود و با هم تست میکنیم. تو باعث مستقیم 0.3 درسته، این هم 0.3 درسته. حالا میریم باعث معکوس، میبینید باعث معکوس نزدیک به 1 ولت نشون میده. پس یکی از دیوداش سوخته، اون یکی دیودم 2 ولت نشون میده سوخته. پس این دیود شاتکی ما سوخته.